22 دکابر سال گذشته یک اتحادی بزرگ SSR 100 ساله شد، هرچند که این SSR از بین رفت ولی نامش در تاریخ ماند و یک نشانه که در تاجیکستان بسیار جدی مانده است و در همه جا اعتراف می شود همین روزنامه هفته‌نامه SSR است که با زحمت شما به روی کار آمده است و این هفته‌نامه یک خصوصیت خوب دارد که درباره همون SSR سابق موضوعی تاریخی زیادی چاپ میکنن از زبان قهرمانا، از زبان آدما، از زبان آنهایی که بی‌واسطه تحقیق کننده همون ساخته و آنهایی که در همون دوره وای کردن زندگی کردن و از اون بهره بودن و حتی از زبان آنهایی که در زمان SSR زندگی هم نکردن از نام آنها موضوع چاپ میشود. جای تاریخ، جای تنقید، حقیقت تاریخ در کدام شکلی که نباشد به مردم پیشکش میشود و غلبه کردنی و خلاصه برآوردنی وی با خودی خواننده با واسه کجا حقیقت است کجا ناحق، ولی وظیفه اون که شما در پیشنهادگی پیشنهاد میکنیم با درستی اجرا میشود. کمیته مرکزی کمونیست تاجیکستان شما بسیار مینه‌دار است. با مناسبت 100 سالگی SSR مدال‌های جشنی در SSR تأسیس داده شدند و یک از همین مدال‌ها با نام سرمحرری همین مجله و SSR با نام سیاف میزرو اومده است. من همچه اعضای ریاستی کمیته مرکزی اگر با اسلوبی پیشتر اعضای دوره کمیته مرکزی وظیفه دار شدن که همین مدال جشنی خاطره را با سرمحرری شما سپارم. از او آمد سلامت باشد. همیشه خیلی صادق در کسب مونیده و همیشه در پی حقیقت باشید. من با عرض سپاس با شما عرض میکنم که واقعا هم دولت SSR این تاریخی جدا نشونده ملت تاجیک است، زیرا ملت تاجیک در هر شکلی که بود و هست امروز با عرض و تامیتی که هست امروز به همون SSR وابستگی دارد و اینقدر پیشروی که ملت تاجیک در 70 سال شوروی کرده است در یگان دوران آوان تاریخی نکرده بود. بودند آدمان خاصه، آدمان ویژه، شاهان، وزیران که از 100 ساله ها یک نفر یا 2 نفر برمی آمدند و اما ببینید که در 70 سال شوروی تمامی ملت با سواد شد، با خیرات شد، صاحب کار شد و ما صاحب دولت و ملت و پاسپورت ملت ما رو با امضای لنین و استالین دادگیان و ما نباید این رو فراموش کنیم. خوب بود، بد بود، این آون اما این جزئی جدا نشونده حیات ما هست که در 30 سال استقلالیت با سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شکل و نموی تازه کسب کرده و در همین محدوده که بر ما اهدا شده است ما ترقی کردیم و پیشروی ها داریم. من فکر میکنم که تاجیکستان آینده و من بعد در همین عرض و تامی که امروز هست و در جهان او را میشناسند همون سابق رئیس تاجیکستان در هیئت SSR و امروز جمهوری تاجیکستان انشاءالله عالمگیر می شود، فراسو می گردیم، دنیا رو ما تسخیر میکنیم و اما در همین شکلی که داره ما در بیش و کم لازم نیست، ما نه کم میشیم نه بیش. ملت های هستن که دولت های خورد دارن و جهانگیرن. من فکر میکنم ملت ما هم همین گونه جهانگیر می شود و اما ما نباید تاریخی همین دولت داری خود رو که با مهر و وثیقه امضا شده در تاریخ ثبت گشته است فراموش کنیم. سلامت باشید. پیشوای معظم ملت جناب علی امامعلی رحمان در همون آینه تاجیکستان در آینه تاریخ یک تاکید دارن که میگن انقلاب اکتبر صرف نظر از بعضی خصوصیت‌های منفی و مثبت خود ما را صاحب دولت کردن. یعنی این اعتراف از در حقیقت اعتراف است و واقعا طرزی که شما گفتید که ملت‌های خودی هستن که جهانگیرن
ما ادبیات جهانی داریم، ما فرهنگ جهانی داریم، ما تمدن جهانی داریم که امروز با شرافت پیشوای ملت از منبرهای بسیار بلند معرفی شده شده است و مردم به این یعنی شناسایی کرده شدند. تشکر با شما. سلامت باشید.